امشب بزن مطرب خوش میزنی بر بطن ستار امشب. آقا یاور پیش تورنه حکم کرده که شما حاکمی. آقا یاور نقره داغش کن. حکم 100 ضربه ترک انار که هر وقت میوه انار رو دید رفت و رو بشادش بیاد. حکم کن این بچه مدرسه یای شیطون بلا تا از اون سر یه لنگ پا بیسته. یه حکم بده آقا یاور که طرف از فردا صبح میزو بگه صندلی گربه رو بگه قندلی. این دفعه رو بد آوردی لوتی. لوتی زیر بغلش دنبکه، اون که هم شوشکه میکشه زیر بغلش ککه. همیشه شعبون یه دفعه هم رمزون خیالیه. آقا یاور یه حکم بده که تا صبح عین نشه مرحب درازکش بشه. هم نشو یک بری تو قهوه خونه قندون ها. ما نه کله پاچه قابلی داریم نه سیراب شیردون دندونگیری، اما اینقدر وجودش رو داریم تا ته بازی رو بی دقل و دقل پا بیاییم. حکم کن آقا یاور. دو ماه زیر لفظی میخور. حکمو در گوشی میگه. ای بابا این ریختیش دیگه نوبره والا. سنت تورنوازی به اینه که حکم با صدای بلند تو جمع بخونن. بسه از سر غروبی تا حالا نام مردم رو منتر کردی که مقازله درگوشی را بندازی. بسه دیگه هر کی لالشه گانه دانشو پرو لیده که بسه دیگه. همین امشب همین میشه. ببین یاور، من زیر علم هر جور شمری که تو بگی سینه زدم، اما این یکی همون کثافتکاری هست که تو فلز من نمیره. نقل نیلوتی را دست کارت نی میتونی بزنی زیر حکم. یاورم اونقدر بلند نظر هستش که در دهن لغزخونه خودشون و چاشو گل بگیره. اما الباقی اهل قهوه خونه چی؟ خبرش به پیچه سکه یه پول میشه. حالا خود داری. بهمی از این برد نه راقی آور. بچه پا خطیم ما، اموخ راحتیم ما. نقلی نی اجرای حکم دو سه شبی عقب بنده تا هیدر یه ریختی خودش رو راضی این بازی کنه. ده نده شیرینیش به همین امشبه. دستن هم که نیستی لوتی. نو چه چل قسم داری چه باکته. اونا رو قاطی این معرکه نکن. به حرمت یه پیاله پا رفیقشون واسدادن درست، اما هیدر اهل ضعیف چیزونی نی. ای والله اشمت جونم. پس واسه این چشمه رو تنها بازی کنی. میخوام برام پر و پیمونش کنی. باش برو خونتون بچه، هوا سرده میچه. باشو
چه میشه کرد؟ حرف و قدر نمیشه رد کرد. موسا موسا مگه قمد بچه ها مردن که شما یکی و یاغوز میین برای جای حکم؟ اونم یه حکم نامعلوم که البته منو قابل ندیدین در گوشم پچ پچش کنه. واسه هر شهر یه دیوونه بس قنبر. تو لازم نی پاپه بشی. فردا شب دکه میکائیل نقلشو برات میریزم رو داریه. یا حق. از محل رویت جسد چطوری خبردار شدی؟ مردشور قبرستون مسکرآباد با دوچرخه به طرف خونه میرفته. جسد را رویت کرده و به اولین آژان سر راهش مطلب را گزارش داده. احتمال دادم سوالاتی ازش داشته باشیم، به همین خاطر نگهش داشتیم. سلام علیکم قربان. درباره هویت مقتول چه اطلاعی به دست آوردیم؟ از تجسس و وارسی اشیای موجود در لباسهای مقتول نقداً این موضوع دستگیرمون شده که مشارون الیه یکی از کارمندان عالی رتبه وزارت امور خارجه بوده قربان. شاپور تاج محرم. یه دردسر تازه. اونم در وضع روزی که کماف سابق مبتلا به پیگیری بی فرجام دو فقر قتل نامعلوم دیگه طی 2 سال گذشته بوده و هستیم. با حادث شدن این فقره سوم حداقلش این نتیجه رو میشه گرفت که گرچه هر 3 مقتول از اصناف و اقشار مختلف بودن، اما هر 3 در زمره خادمین حکومتی محسوب میشدن. یعنی جناب سرمفتش فکر میکنید ارتباطی میان این 3 قتل وجود داره؟ بعید نیست سربان. مایلم خلاصه قرار معاینه جسد حتی المقدور تا فردا صبح روی میز کارم باشه. حتما قربان. با اجازه.
دیدم که شما هم محسوس شدید جناب سرهنگ. اختیار دارید دکتر. به قول بزرگواری اکمل آلات طرب الهام حلوق آدمیه. اشعار مندرج در ترانه رو چطور پسندیدین؟ به قول جوانای منورالفکر امروزی خیلی رومانتیک بود. مرسی بکو سرهنگ. محضالک متعجبم از این که بیخبر این مطلب هستید که شخص اول مملکت ترنم این ترانه به قول شما رومانتیک رو قدغن اعلام کردن. عجب. بنده وثوق به این امر نداشتم. مطمئنی؟ در مقام سرهنگ اداره نظمیه قدیم و اداره شهربانی جدید باید بیشتر از اینها در جریان اخبار و اطلاعات روز قرار داشته باشین سرهنگ. با اجازه. این قزاق هرمله رو بنده خوب میشناسم. از سربازان فوج سواد کو بود، از بچه های نایب السلطنه مواظبت بود. یک زمانی هم نگهبانی در سفارت هلند بود. ای روزگار. با همین چشمای خودم دیدم که آفتابه برای قضای حاجت مرحوم زل سلطان. جناب التشام دیوان، دعوت شدگان به میهمانی امشب همه از یک جنس و یک جنم نیستن. بهتر کمی آرومتر فرمایش بفرمایید. شما باید آقای دکتر قدیمی باشید بله؟ چاکر شما دکتر ندیمی حضرت والا. شما باید همون دکتری باشید که به گفته سرکار خانم تاج الملوک از علم طب همون اندازه اطلاع دارن که بنده و آقایون از علم نجوم. بسم الله. ایمار قاشق تیر و طایفت بیفته یاور. این چه حکمی بود؟ خانم تاج الملوک عمریست نسبت به بنده حقیر ارادت ویژه دارد. با اجازه. عرض می‌کردم می‌فهمید. پهلوی از قماش پادشاهان قجری نیست. شخص اعلی حضرت
به وزیر عدلیه‌اش علی اکبر داور که مرتکب خبط و خطایی شده بود گفت برو بمیر. شبونه رفت تریاک خورد و خودکشی کرد. عجب. ایشون اهل من بمیرم و تو بمیری نیست. گردن کسی رو که بخواد مانع ترقی مملکت بشه. احسن. من معذرت میخوام، میام خدمتتون. بفرمایید. چه خبر اقدسی؟ جناب سرهنگ، اگه زیاده بر این دست کنیم طرف ممکنه حپل حپو حب جیم سر بکشه. تا داخل عمارت هیچ اقدامی نباید کرد. بیرون ساختمون مترصد باشید، به محض اینکه رویتش کردید یه طوری بکشیدش داخل باغ. امر مطاع قربان. اون وقت نوبه ورود من به این بازیه. اگر این مطلب خوب اجرا بشه ارتقاء درجه کمترین پاداشت سرکار اقدسی. متشکرم قربان. حق با جناب سرهنگ درمنشه. شخص اعلی حضرت در این چندین ساله زحمات زیادی برای این ملک و ملت کشید. شما چرا خر این قسم خود اولاد شدید آقا؟ آتیشی که این مرد توی این مملکت سوزان شمع به صحرای کربلا نسوزان. اختیار دارین حضرت والا، شما که باید ناامنی های دوره احمد شاهی خاطرتون باشه. مرحوم ابوی نقل میکردن که من بعد غروب کسی جرأت از خانه بیرون آمدن رو نداشت. از زیر پای رئیس نظمیه وقت قاطر بردن آقا، قاطر. بله آقا، این آقا 2-3 نفر طرار سرگردنه را با چند صد نفر آدم حسابی و با عطر و نسب گرفت، یهو کشید بالای دار. اسمش هم گذاشت مبارزه با ناامنی. عامه مردم بیخبر از این معنا که علت قتل بسیاری از آن تیره بخت‌ها این بود که نمیخواستن زمین آبا و اجدادی ایشان را به قیمت آب به این قلدر واگذار کنن، آمدن زیر علمش سینه زد. یک تعدادی از رجل خوشنام قجر را که نشد به زور پرونده سازی و ارعاب از بین ببرن، به وسیله ضاربین مجهول الهویه سد حیات کردند. یک فقرش مرحوم معین السلطنه اخوی خانم تاج الملوک و پدر دوشیزه فخرالزمان میزبان محفل امشبه. از نقل امور سیاسی که بگذاریم حضرت والا، یک مدتی ذهنی من شده که این دوشیزه فخرالزمان به رغم وجهه و وجاهت آشکار و داشتن خواستگاران راه به راه چرا تن به ازدواج نمی دهد. همسن سالای ایشون الان اقلش نیم دوجین بچه دوره برشونه. بله، این هم برای خودش معمای غریب.
آنچه که این روزها به اسم تجدد تو دهن عملیات حکومتی افتاده به گمان من نو شدن نیست دکتر. شاید یه جور از بین رفتن دکتر. تجدد واقعی باید از دل رسم و رسوم و ریشه های این خاک اقتباس باشه. گمان میکردم تحصیل در مدرسه فرانسوی ها، آشنایی با لامارتین و فلوبر و بالزاک، از این دوشیزه جوان و آدابدان عروسکی ساخته باشه خمان و چمان محافل طرب جدید الولاده های این روزگار. اما ناگفته پیداست که مشق اول رو نزد کسی دیگه ای آموختیم. یا عجب. عجب از شماست دکتر که هنوز فهمتون نشده ما زنها به وقت نزدیک شدن طوفان وظیفه محافظت از همه اون چیزهایی رو به عهده میگیریم که شما مردها در چنبره ساده‌لوحی خودتون از اونها غفلت میکنید. این میان ترس از اتم و اتم سرنیزه امثال اون قزاق که جای خود داره. چرا قزاق؟ بفرمایید جناب سرهنگ خوش آتیه‌ای که آرزوی دامادی خاندان شما رو داره. شما اگر از این قزاق‌ها اینقدر متنفرید، چرا اونها رو به میهمانی هاتون دعوت میگیرید؟ این هم شاید بخشی از همون اقتدار پنهان زنانه باشه دکتر. همه داستان ها ماجرای واقعی دارن دکتر، الا اینکه بعضی اوقات قبل از اینکه اتفاق بیفتن نوشته میشن. À votre avis, ce n'est pas intéressant, docteur? Je vous comprends pas. Ce n'est pas important, docteur. Ce n'est pas important. مزاحم خلوت شما سروران که نیستم. به هیچ وجه سرم، به هیچ وجه. امیدوارم در این مهمانی هم به شما خوش گذشته باشه. بنده به صراحت کامله باید عرض کنم که طی چند هفته گذشته بهترین اوقاتمو در محضر سرکار عالی و برادرزاده مکرمه گذروندم. البته حضور بعضی کسان در این قبیل میهمانی ها با افکاری از جنس خورنش و خسخس سینه جدا مایه نقاره. اجمعین این قسم مهمان ها پیرهای از کار افتاده ولگویی هستند که احدی برای حرف و گپشون ترقم خورد نمیکنه. سرهنگ حق با شماست شاهزاده خانم. به همین دلیل بنده هم به دیده احماس تنها نیش تبسمی حواله این کسان میکنم. بس کار درستی میکنید سرهنگ. مشت آهنین رو بذارید برای جوانترها و کسانی که سرشون به تنشون میارزه. مهم اینه که قدم و عمل احدی مخل نظم حکومتی نشه. اگرم شد چه باک، میرن همون جایی که مدرس و نصرت و دوله و خیلی آیدی گرفته. شما یک جوری فرمایش میکنید دکتر که معلوم مستمع نمیشه شوخ مزگی میکنید یا حرف جد میزنید.
دو شخص نامبرده تا اونجا که من مطلع هستم هر دو به مرگ طبیعی مردن. بله باز هم یک اشتباه دیگه. شرط انصاف نیست میهمانی چون من اسباب خجالت میزبان نزد سایر میهمان را بشه. به همین خاطر علل اجاره رهن زحمت میکنم. با اجازه. حضار محترم نگران نباشید، خونسردی خودتون رو حفظ کنید. تا بنده در کنار شما هستم هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. ای بر امواتت یاور. دستاته بگی بالا. تو رو امواتت نزنی ها. بکر رو چشم. یادش سرکار اقدسی. بله قربان. شرح ماوقع. حسب الامر فرمان جناب عالی در خصوص حراست از امنیت این عمارت مکرمه محترمه منوره بنده فدوی و دیگر جاندساران این سارق معلوم الحال را در پی ارتکاب سرقت و هنگامی که قصد فرار داشت رویت و فلفور اقدام به دستگیری وی کردیم که البته اگر خروج به موقع حضرت اشرف از عمارت به باغ واقع نمیشد ای بسا به رغم جاندساری مأموران مرغ از قفس میپرید قربان. معلوم رد این خونه را از چند هفته پیش بو کشیدی. حکمن هواورد داشت که چون ساکنان این خونه دو بانوی محترمه و دو خدمتکار سالمند هستند به راحتی میتونی تمامی اموال اونا رو چپا کنی. اما زهی خیال باطل مردک غافل. تا سایه حمایت نظایر بنده به این خونه و خانواده هست هر نرلات گردن کشی که بخواد به حریم این خونه نزدیک بشه قلم پاشو خورد میکنم. من نمیذارم هر سند و رند پاچه ورمالیده‌ای به خودش اجازه چنین اساءه ادبی بده. مشاهده فرمودید که عالی جناب، نگفتم در این دوره امنیت بیشتری حکمفرماست. خدمتتون که عرض کردم خورش همون قیم بادنجون، شاه هم همون ناصرالدین شاه. آفرین بر شما جناب سرهنگ، به خاطر احساس وظیفتون نسبت به جان و مال و نوامیس مردم. خدمتگزارم دوشیزه خانم. صد البته در مراتب هوشیاری، فراست و نکته سنجی شما و مأمورینتون هیچ تردیدی نیست، اما در این فقره به خصوص سوء تفاهمی پیش اومد. سوء تفاهم؟ البته اشیاء داخل این کیسه اموال مسروقه نیست. به سفارش عمه خانوم و توصیه خود من این آقا جهت بردن این اشیاء به اینجا آمدن. اینطور نیست احترام؟ خب بله، خانم گفتن همه اینا رو خرکش کنم ببرن. عجیبه شاهزاده خانم، عجیبه. چی عجیبه سرهنگ؟ بلفضولیه، اما دلیلی نداره که خانواده سرکار عالی
با عنایت به بی‌نیازی مالی تصمیم به فروش بعضی از اساس خانه گرفته باشه. این یک موضوع خصوصی سرهنگ و اگه اشتباه نکرده باشم ساعتی پیش در مجلس مهمانی اینطور عنوان می‌کردیم که عدم رعایت حریم خصوصی دیگران خودش جرم محسوب میشه. اینطور نیست؟ خب البته همینطوره که عرض کردم. سرکار اقدسی قربان زندانی را آزاد کنید. یعنی منظورم اینه که متهم از اتهامات وارد مبراست. شما میتونین برین آقای اسم شریفتون یادم رفت. مخلص شما حیدر خوشمرام. میتونین تشریف ببرین. رو چشم با عزه. حواستون کجاست آقای حیدر؟ کیسه رو یادتون رفت. امیدوارم از معامله‌ای که کردیم راضی باشیم. بله زد زیاد. بازم به هم میرسیم. خانم ها آقایان، اگر مایل باشید میتونیم برگردیم حیات اندرونی. بفرمایید. سرهنگ شما همراه ما نمیاد؟ خدمت میرسم شاهزاده خانم. دوشیزه فخر زمان؟ بله؟ جسارتا عرض میکنم اگر این آقا خریدار اجناس خانه شما بود پس چرا برای بردن اشیاء معامله شده از روی دیوار خانه قصد خروج داشت؟ پرسش قابل تأملی سرهنگ. حتما بهش فکر میکنم. علیکی سلام. واجب و سلام منه. لب و لوچه چرا همچین شده؟ شب تاریک و کوچه پر چال و چول. خمیدم و خوردم به یه خار و خلاشی که فهمم نشد چی بود. بابت حرف دروغ که نباز پول بدی دردونه میر عزت معین البکا. اقلش یه دروغ تازه بگو. ای ننه طور امواته دست از سر کچل ما بردار. نیومده و نشسته باز ما رو گرفتی به سینجین. خوبه کولی قرشمال بازی رو بذار واسه معرکه سقاب و ترناب و کلکل با نره لاتای همعرض خودت. بازم شروع شد. اره بده تیشه بی. چیه؟ طاقت شنیدن حرف حسابو نداری؟ کلی مدت شدی مست و ملنگ کوچه و محله و چارسوق و سرخوش گپ با گندلاتای تابتا و لنگه به لنگه که چی؟ هم پیالگی با یه مش همجل رعای کوچ و کلفت برای کدوم سری سرخوشی داشته که دومیش تو باشی؟ اونم کی؟
پسر میر عزت معین البکا که تا بود عزت آبروی محله بود. بعدت نیاد تا اون خدا بیامرزم تو دق مرگش کردی. راوی نامسلمون بوده نه. راستیت مطلب اینه که اون خدا بیامرز وقتی که از زن و زندگیش که شما باشی پشک ورد، عین لوتی که بشه منتر انترش، عشق تعزیه افتاد تو جونشو. قصعنا هازا این میون تقصیر من بادگره چیه که سر بزنگاه کک افتاد تو جون حکومت و ویرشون گرفت کلها مجمعین تعزیه رو قدغن کنن. پاپش چی؟ عزت خان عاشق تعزیه از فراق معشوق عینی لاک پشت مار بلعیده 1 ماه تموم تاغباز بیافته گوشه این خونه و بعدش هم الفاتحه. هنوز زنگ صدای حیدریش تو گوشمه. خدا رحمتش کنه. پاری بختا حتی برای اینکه دل زن و شوهری قهر کرده رو به هم نرم کنه تعزیه نون پختن حضرت فاطمه رو میخوند. یه جا حضرت فاطمه قربونش برم میگه حیات آریه را چون سحر به خواب گرفتم، خمیر مایه جان با 200 شتاب گرفتم. برای اینکه حسن و حسین گرسنه نمانند تنور گرم فلک بر آفتاب گرفتم. وقتی حضرت فاطمه اینو میگن امیرالمومنین در جوابش میگن فراق گفتی و جان مرا کباب کردی، ز اشک دیده مرا تا کمر در آب کردی. به هجر تو چه کنم با فراق تو چه بنمایم، مرا به هجر نشاندی و قصد روزی رسوا کردی. معلومه تو حواست کجاست؟ ها هیچی، حواسم همینجاست. خب از تعزیه حضرت عباس میگفتیه؟ دل مادر به اولاده و دل اولاد به سنگ. حرفام بوی زخم میده که فکرتو بردی توی هوای دیگه. نقل این حرفا نه. آقای در عادتشه وقتی دهن باز میکنه برای خوردن جفت گوشاشو میبنده. بچه‌ای رو که بابا ننش نتونن ادب کنن روزگار ادب میکنه. آقای در حالا بگو ببینم تو اون کیسه ای که خرکش کردی آوردی خونه چیه؟ هیچی، یعنی یه چند قلم امانتیه که یکی از رفقا سپرده دستم. نکنه غنیمتی سقابه؟ امشب رو دور برد بودی نه؟ اون بازنده مادر مرده پول و پله نداشته اسباب اساسیش رو گرو برداشتی. آره؟ الله اکبر. نه میذاری یکی دو لقمه کوفته یه کوفتی رو کوف کنیم یا نه؟ خیلی خوب، خوف نکن بخور. ما فرمودیم بشه، بنده هم امتثال کردم. حالا اگه من بعد داستان یه ریخت دیگه ای شد و نشد بشه باب دل حضرت عالی، تقصیر یاور مادر مرده چیه قربون؟ خب حالا حرف حسابت چیه؟ شما قول 4 قبضه داده بودین جناب سرهنگ. از رود خوش که نمیشه ماهی گرفت، میشه؟ جناب سرهنگ الهی که یاور فدایی یه تار سیبیل دوگلاسیت شه. چاکر گردن شکسته به خاطر خواست شما دوم بهترین رفیقمو دادم لای تله و خفتشو عمرم به جون خریدم که چی؟ که هم شما به مراد دلت برسی هم که این گره کور اخوی آجیت به دست با خیر و برکت شما وا بشه. ببین آدم دنده پهن برای آخرین نوبه زحمت به زبونم میدم. اگه خرفهم شدی نشدی میفرستمت ور دل همون ولد چموشی که سنگشو به سینه میزنی. این اخوی خشک مغزت اگه دزدی کرده بود، اگه بیناموسی کرده بود، حتی اگه احدی رو کشته بود میتونستم یه قدمی براش بردارم.
این ابله جرمش سیاسیه. یا امام زمان. جناب سرهنگ، این تنبه میره شوخی نمیکنی؟ بهتر کلاتو بذاری بالاتر بی غیرت. برادر بزرگ کردی که تا سیبیل پشت لب سبز کرده تو دستجات سیاسی مخل امنیت و معارضه حکومت بشه؟ میدونی اگه من ریز این قضیه شده بودم چه عواقب سوی برای خود من داشت؟ چرا این مطلب من نگفته بودی؟ جناب سرهنگ، به موت قسم اصلا روح آقیاور از این قضیه بیخبره. حالا که خبردار شدی پس ثواب اینه که دور این موضوع رو کاملا خط بکشی. فی‌الواقع از این واقع متاسفم اما کاری از دست من ساخته نیست. احکام مجرمای سیاسی یک راست از خود دربار تکلیف میشه. ضمناً در مورد ماجرای دیشب شطور دیدی ندیدی؟ حالیت شد؟ خب اگر گرفتگی رو دیگه ای داشتی میتونی رو من حساب بکنی. گویا سرهنگ درمنش این روزا خودشو حسابی درگیر امورات عجوز و لایجوز کرده سربان. تو اداره قربان همه اونو به عنوان آدم جاه طلبی میشناسن که بعدش میاد پله‌های ترقی رو 4 تا 1 بالا بره. به تازگی هم خسته از عیاشی‌های شبانه قصد ازدواج کرده. اونم فکر میکنید با کی؟ حکماً دختر شاه مملکته ها؟ اگه هنوز دوره آقایی قجر بود حدس شما هم کاملا درست بود. آها، پس طرف یه شاهزاده خانم قجریه. تعجبم از سرهنگ به همین خاطر قربان. چطور؟ دورمنش نوکیسو تازه به درون رسیده است. خوب حالیشه که باید نون به دل خروس خورد. اما عجیبه به جای پیوند خوردن با بزرگون مورد عنایت حکومت میخواد به درختی دخیل ببنده که مدت هاست از ریشه پوسیده. چندان هم عجیب نیست سربان. خود شخص اول مملکت هم بی رغبت به این قسم بستتا نیست. علاوه این که خود ایشون جهت تجدید فراش دختران مجد السلطنه و مجلل الدوله دولت شاهی رو در 2 نوبت به زنی گرفته. از حسین سیاه پیش خدمت خاصه ایشون تا حمدالله خان مسترش و قزاقای چون سرتیپ زاهدی و امیر خسروی همگی به خواست اعلیحضرت با دخترانی از طایفه قجر بستت کردن. جالبه بدونی که ایشون حتی با ازدواج دخترعموی همسر 4مشون ملکه عصمت با نوه شاهزاده فرمانفرمای ضد حکومت موافقت کردن. پس میبینی که حسابگری های سرهنگ درمنش چندان بیرا هم نیست. حالا این شاهزاده خانم قجری که گفتی کی هست؟ شاهزاده فخرالزمان، یک تا صبیه شاهزاده معین السلطنه ماکویی از نوادگان دختری ناصرالدین شاه که در اوان استقرار حکومت جدید به دلیل نامعلومی به قتل رسید. عجیبه. چقدر قتل نامعلوم تو این سالها داشتیم سربان. وقتی همه از همدیگه بترسن و کسی جرأت نکنه مخالفت خودشو با دیگری علنی کنه، معارضه به همین جا ختم میشه. بهتر ما هم غم خودمون متمرکز چند فقر قتل مجنون الهویه‌ای کنیم که پروندهش روی دستمون باقی مونده. راستی سربان، خبر تازه‌ای در این مورد به دستتون نرسیده؟ بنده هم در همین خصوص امروز مصدق اوقاتتون شدم قربان. بسیار خوب، بنشین. متشکرم. به احتمال قریب به یقین باید حدس شما درست باشه. در چه خصوص؟ نتیجه مأخوذه از خلاصه قرار معاینه جسد آخری و 2 جسد قبلی حاکی از اینه که هر 3 مقتول با شلیک گلوله ماوزر آلمانی از پادر اومدن و این یعنی اینکه بنا به حدس شما ممکنه میون این 3 قتل ربط و ارتباطی در میون باشه.